Добрый день. Сегодня для меня, как и для моих коллег по дипломатическому корпусу, очень волнительный, знаменательный день. Я сегодня вручил верительные грамоты президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмону, и приступаю к исполнению своих обязанностей. Хотел бы подчеркнуть, что сотрудничество между нашими странами развивается в духе дружбы и стратегического партнерства. У Казахстана и Таджикистана единые или схожие позиции по актуальным вопросам международной повестки дня. Наши страны взаимно поддерживают внешнеполитические инициативы друг друга. Хотел бы отметить поступательное развитие между нашими странами торгово-экономического сотрудничества. Казахстан уже в последние годы уверенно входит в тройку основных внешнеторговых партнеров Таджикистана. Активно развивается культурно-гуманитарное военно-техническое сотрудничество между странами. Хотел бы заверить, что я приложу все усилия для дальнейшего развития, углубления и укрепления взаимоотношений между Казахстаном и Таджикистаном. Спасибо. Салам алейкум, دوستان گرامی. من ویراج سینگھ هستم. من سفیر نو جمهوری هندوستان هستم. این اولین بار نیست که من وظیفه در جمهوری تاجیکستان دارم. یک بار پیشین از 2002 تا 2005 همینجا بودم. بسیار خرسند هستم که یک بار دیگر حکومت هندوستان ما به این شانس آورد که من یک بار دیگر خدمت مردم تاجیکستان میکنم و کوشش میکنم که دوستی و همکاری که بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری هندوستان هست اون گسترش می‌یابد. من آرزو دارم که در همین وظیفه من همکاری و دستگیری جمهوری تاجیکستان و کل مردم تاجیکستان به دست ما میرسانم. هندوستان یک کشور نزدیک و دوست جمهوری تاجیکستان هست. من تاریخ بسیار بزرگ داریم. از زمان قدیم من روابط فرهنگی و اجتماعی داریم. بعد از استقلال تاجیکستان روابط بین دو کشور پیشرفتگی است. سال گذشته رئیس جمهور هندوستان سفر رسمی به جمهوری تاجیکستان داشت. پیشین در 2015 نخست وزیر هندوستان نریندر مودی آقا جان همینجا آمده بود. من باوری دارم که همون کار که ضروری است بین گسترش این روابط به فضل خدا انشاءالله به موافقت میرسانم. تشکر. زنده باشید. Thank you very much. تشکر زیاد محترم نمایندگان وسایط اخباری عامه. برایم باعث افتخار بزرگ است که تا که اشتراک در مراسم امروزه برایم میسر گردید و اعتمادنامه‌های خود را به حیث سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری اسلامی پاکستان که پرزیدنت جمهوری اسلامی پاکستان مرا همچون سفیر در جمهوری تاجیکستان تعیین نمودند و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سپردم. روابط بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان تاریخی کهن دارد و ما مشترک زیادی فرهنگی و دینی و تمدنی داریم. حکومت و مردم پاکستان مردم شریف جمهوری تاجیکستان را نه همچون دوست بلکه همچون برادر و این کشور را همچون برادر کشور ارزیابی می نمایند. طول سالهای زیاد بین دو کشور دوست و برادر همکاری های بسیار گسترده و زیج در ساحه و عرصه های مورد توجه طرفین از جمله اقتصاد، تجارت، سرمایه گذاری، مدافعه و نظامی پیش می رفتند. طول اجرای رسالت سفیری خود من برای گسترش و توسعه منبعی همکاری ها در ساحه اقتصاد، تجارت، مدافعه و امنیت تمام کوشش و تلاش های ضروری را به خرج خواهم داد. باعث خوشنودی است که طول سال آخر حجم تبادل مال و رابطه تجارتی دو جانبه بین هر دو کشور دو مراتب افزون گردیده و برابر به 63 میلیون دلار شده است و من یکجا با همکار و همتایان خود برای گسترش و افزون گردانیدن حجم تبادل مال و رابطه های تجارتی دو جانبه بین هر دو کشور کوشش های ضروری را به خرج خواهیم داد. همکاران من و شخصا من برای باز هم زیچتر
و آشناتر گردانیدن مردمان شریف هر دو کشورهای به هم برادر تلاش خواهیم ورزید. تشکر زیاد برای این امکان و فرصتی مراجعت و صحبت با نمایندگان وسایل اخباری عامه. دوستی پاکستان و تاجیکستان زنده باد. پاکستان تاجیکستان دوستی زنده باد. I'm very grateful. برای بسیار سخنهای صمیمی به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اظهار سپاس می‌نمایم تا که به رابطه دو جانبه بین تاجیکستان و بریتانیای کبیر را وصف نمودند. پرزیدنت کشور در رابطه به تعمیق و گسترش منبع همکاری‌های بین هر دو کشور سخنرانی پرمحتوا نمودند. من پرره با دیدگاه و موقع پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کاملا رضا و هم عقیده هستم. با تعیین خود و حضورم در این کشور می‌خواهم بار دیگر تصمیم قوی حکومت شاهگری متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی را در رابطه با همکاری زیچ گسترده با جمهوری تاجیکستان، دراز نمودن دستیاری و کمک و مساعدت به حکومت این کشور در راستای پیشبرد همکاری‌ها در ساحه‌های اقتصاد، اینچنین مبارزه علیه چالش و تهدیدهای زمان معاصر، مبارزه علیه تروریسم و تحکیم امنیت سرحدات دولتی و اینچنین رفع عاقبت‌های تغییریابی اقلیم ابراز می‌دارم. ما علاقه مثال واضحی همکاری با جمهوری تاجیکستان را در مثال رابطه‌های وزارت رشد بین المللی بریتانیای کبیر با جمهوری تاجیکستان برای مساعدت و پیشرفت همکاری‌ها با بخش صاحبکاری خصوصی علاقه داریم و ما بی‌صبرانه منتظر هستیم تا که امکان داشته باشیم این همکاری و رابطه‌ها را در آینده باز هم تحکیم و وسعتی بیشتر بخشیم. و دیدگاه خود را به شما ابراز داشتنی هستم که از طول یک ماهی در جمهوری تاجیکستان اقامت نمودنم، من از مهمان نوازی صمیمی و پذیرایی گرمی مردم تاجیکستان و اینچنین از این زیبایی این کشور یک جهان تأثیراتی نیک برداشتم و حضورم در این کشور با رسالت معرفی و نمایندگی از حکومت و مردم بریتانیای کبیر در جمهوری تاجیکستان شرف و افتخاری بزرگ است. تشکر. Thank you. Назначен посол Грузии. Для меня большая честь быть послом в этой прекрасной стране. Президент только что нас принял после ритуала передачи верительных грамот. Президент говорил о Грузии, и очень интересно то, что Грузия в последние годы достигла больших высот в сфере туризма, и мы готовы делиться с братским Таджикистаном. Мы потом еще пообщались с президентом. Значит, очень интересно будет сотрудничество между нашими странами в сфере транспорта, транспортных коридоров. Очень интересно, я думаю, для Таджикистана грузинские порты — это, конечно, порт и Батуми. И сейчас, как вам известно, строится новый порт, глубоководный порт Анакля. Я думаю, что для Таджикистана Анакля в скором будущем будет очень интересный порт, потому что контейнерные перевозки все пойдут с порта Анакли. Я надеюсь, что все эти дни, в которые я буду пребывать в ранге посла в этой стране, будет наращивать наши двусторонние отношения, наше взаимопонимание, будем меняться опытом по туризму, по сельскому хозяйству. Я знаю о программе, которую я был президент на следующие 3 года. И во всех этих сферах Грузия готова просто делиться с братским Таджикистаном в любой момент. Спасибо большое. Thank you. It is my great honor and privilege to تشکر زیاد. پیش از همه می‌خواستم شرف و افتخار بزرگ را از اشتراک در این مراسم و امکانیت سپاریدن اعتمادنامه‌های خود به حیث سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری کره در جمهوری تاجیکستان ابراز نمایم. جمهوری تاجیکستان و جمهوری کره مناسبت‌های خیلی زیچ و گسترده دارند. تاریخ همکاری‌ها به قرن‌های زیاد برابر می‌شود. ما امروز پیش از همه رسالت خود را در آن می‌بینیم که تا که امکانیت‌های فراخ
و اقتدار بزرگ همکاری بین هر دو کشور را به واقعیت تبدیل دهیم و این یکی از هدف و وظیفه های اساسی من هنگام اجرای رسالت سفیری خود در این مقام خواهد. سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به جمهوری کره هنوز سال 2015 اینچنین سفر رسمی نچندان پیشی سروزیر جمهوری کره جناب لینکیان و جمهوری تاجیکستان خود پیامی واضح به جامعه کره برای دعوت به همکاری و دریافت سمت و عرصه‌های احتمالی همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری با جمهوری تاجیکستان بود. ما اظهار امیدواری می‌نماییم که با به استفاده بردن همه این امکانات و اقتدار ظرفیتی که امروز برای همکاری و روابط زیچی بین هر دو کشور وجود دارند سطح و صفتی رابطه های دوستانه و همکاری گسترده زیچ بین دو کشور به سطحی صفتا نو بالا خواهند. تشکر زیاد. In earliest occasion. Thank you. It's my honor to present myself as افتخارمندم که امروز خودم را به صفت سفیر غیر مقیم بوسنیا و هرزگوین در جمهوری بسیار زیبا منظری تاجیکستان که دارای عنعنه، سنت و تاریخ و فرهنگ غنی می باشد معرفی نمایم. شناسایی با این کشور زیبا منظر و دلپذیر و اینچنین امکان و فرصت صحبت و دیدار با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برایم شرف بزرگ می باشد. ما تصمیم داریم که همکاری های دو جانبه بین هر دو کشور را تحکیم بخشیم، البته اقدام و قدم های اول در این سمت برداشته شدند. گرچند مقام سفیری غیر مقیم بوسنیا و هرزگوین در جمهوری تاجیکستان داشته باشم هم برای در تماس زیچ و همگرایی و همکاری همیشگی با مقامات دخدار جمهوری تاجیکستان بودن کوشش و تلاش خواهم ورزید. کوشش میکنم که یک چند سخن با زبان نابی تاجیکی با شما داشته باشم. من واقعا افتخار میکنم که به عنوان سفیر غیر مقیم بوسنی و هرزگوین در جمهوری تاجیکستان هستم و امیدوارم همکاریمون همکاری دو کشور بوسنی هرزگوین و جمهوری تاجیکستان در آینده توسعه پیدا میکند. بار دیگه از شما تشکر میکنم و سپاسگزارم. Well, I brought a very special greeting. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری کلمبیا در تاجیکستان هستم. پیش از همه پیام و درود صمیمی را از نام پرزیدنت جمهوری کلمبیا جناب ایوان دوگه به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ارسال نمودم. با وجود آن که کلمبیا و تاجیکستان از لحاظ جغرافی از هم دور جایگیر شده باشند هم چنین تصمیم قوی برای باز هم زیچ و نزدیک گردانیدن همکاری ها و روابط بین دو کشور وجود دارد و ما تصمیم داریم که تا که در این راستا کوشش و زحمت های لازمی را به خرج دهیم. امکان است که تا که هر دو کشور در راستای تأمین صلح سرتاسری، ثبات و اینچنین همکاری برای رفع عاقبت های تغییریابی اقلیم، پیشگیری ظهورات تغییریابی اقلیم در سرتاسر جهان، مبارزه علیه پدیده های تروریسم، افراطگرایی و مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر همکاری گسترده و زیچ داشته باشند. امروزها هر دو کشور در حاشیه اشتراک در نهادهای بین المللی و مؤسسه های جهانی از جمله سازمان ملل متحد از موقع یکدیگر پشتیبانی نموده روابط و همکاری همیشگی دارند. Thank you very much. تشکر. Good day, ladies and gentlemen. I am روز شما بخیر. من سفیر فوق‌العاده و مختار استرالیا در جمهوری تاجیکستان می باشم. تعیین گردیدنم به این مقام سفیری در جمهوری تاجیکستان برایم مایه افتخار و شرف خاص می باشد. ابراز می دارم که در مدت اجرای وظیفه‌ام در این مقام و این رسالت من برای باز هم زیچتر و اینچنین تحکیم بیشتر بخشیدن همکاری های فراگیر بین هر دو کشور کوشش و تلاش خواهم ورزید. استرالیا از لحاظ جغرافی از تاجیکستان در مفقع دورتر جایگیر شده باشد هم با وجود این ما هر دو کشور منفعت های مشترک دارند. ما دیدگاه و مفقع یگانه در موضوع مبارزه علیه پدیده های تروریسم اینچنین تامین امنیت منطقوی داریم
چونه که هنگام صحبت و سخنرانی رسمی پرزیدنت محترم کشور در رابطه با اهمیت ذخیره‌های آبی و مدیریت آن تاکید داشتند، استرالیا اینچنین دارای تجربه غنی در عرصه مدیریت ذخیره‌های آبی و موضوعهای مسائل وابسته به آب دارد. اینچنین ما الکی مثال واضح را در تجربه واضح همکاری با جمهوری تاجیکستان در این ساحه داریم. آماده هستیم که در آینده نیز در این و دیگر ساحه‌های مورد اهتمام طرفین با جمهوری تاجیکستان همکاری فراگیر داشته باشیم. در استرالیا شرکت‌های زیادی با نفوذ انرژتیکی و آبی فعال می باشند و من از چنین شرکت‌های استرالیایی دعوت به عمل می آورم تا که امکان سرمایه گذاری به این ساحه در جمهوری تاجیکستان را مورد بررسی عمیق خود قرار دهد. این سفر نخستین من به جمهوری تاجیکستان می باشد و من مطمئنم که این کشور باید مرکزی جلب توجه سیاحان جهانی و خاصتا سیاحان استرالیایی گردد و من حتما به شبهه از سیاحان و از اهل جامعه استرالیا دعوت به عمل می آورم تا که سیاحان بیشتر از کشور ما به جمهوری تاجیکستان تشریف آورند و من نیز از فرصت و امکانی همیشگی من بعد برای تشریف آوردن به این کشوری زیبا منظر استفاده خواهم برد. تشکر برای این فرصتی صحبت با شما. Thank you very much. First, let me extend سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری فدراتیوی دموکراتی اتیوپیا هستم. صبح بخیر به یکایک شما. این سفر نخستین من به جمهوری تاجیکستان به پایتخت زیبای این کشور شهر دوشنبه می باشد. من امکان داشتم طول چند روزی اخیر از آثارخانه ملی، از باغ و گلزارها و گلگشتها و خیابانهای زیبا و آزاده و دلپذیر شهر دوشنبه دیدن نمایم. من و هیئت همراهم از این بازدید و تشریف به این پایتخت زیبا منظر یک جهان تأثیرات نیک و خاطرمان برداشتیم. اشتراک در مراسم امروزه به مقصد سپاریدن اعتمادنامه‌های خود به حیث سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری فدراتیوی دموکراتی اتیوپیا و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برایم شرف خاص بود. همچون نمایندگان وسایط اخبار عامه، خبرنگاران، شما می توانید سوال دهید که استقرار مناسبت‌های دیپلماتی بین اتیوپیا و جمهوری تاجیکستان چه نفعی به مردم هر دو این کشور دارد. از لحاظ جغرافی اتیوپیا از تاجیکستان در بسیار فراخ‌های دور جایگیر شده است. آیا مهم است که هر دو این کشور رابطه‌های دیپلماتی مستقر کنند و چه نفعی به هر دو این کشور خواهد داشت؟ پاسخ چنین است که در عصر تکنولوژی‌های نوین، در مرحله فناوری‌های جدید و زمان مرحله رشد رقمی ما را وادار می‌سازد که از تجربه یکدیگر آموزیم و از امکانات راه اندازی روابط نیکی بین مردمان و همکاری گسترده و زیچ که در نهایت به نفع یکایک مردم مقرری هر دو کشور میرسد استفاده بریم. این است سبب کلیدی آن که کشور ما اتیوپیا برای استقرار مناسبت‌های دیپلماتی با جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته بود و با راه اندازی این روابط ما تصمیم داریم که از امکانیت‌های همکاری بین دو کشور به نفع مردمانمان استفاده بریم. به مثل جمهوری تاجیکستان، چطوری که کشور شما یکی از کشورهای بالا آبی منطقه آسیای مرکزی محسوب می‌یابد، به هم مثل به این جمهوری فدراتیوی دموکراتی اتیوپیا نیز یکی از کشورهای بالا آبی دریای نیل به شمار می‌رود. این پیش از همه شهادت از آن می‌دهد که هر دوی کشور می‌توانستند دایر به تبادل تجربه در مدیریت ذخیره‌های آبی دریاهای روان همکاری گسترده و سودمند داشته باشند. چطوری که پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان هنگامی صحبت با ما تاکید داشتند، ما می توانیم دوست و رفیق خود را انتخاب کنیم، اما کشورها همسایگان خود را انتخاب نمی کنند و با همسایگانی که کشورهای ما را احاطه می کنند ما پیش از همه باید تصمیم و تلاش همکاری و روابط حسنه را پیشه نماییم
و بنابراین با از لحاظ جایگیرشوی جغرافی امروزی کشور ما اتیوپیا از آن کشورهایی که ما را همچون کشورهای همجوار احاطه نمودند، ما با یک قطار از مشکلات و پدیده‌های نامطلوب مواجه گشته و برای رفع آنها ما باید همیشه تلاش ورزیم. علاوه بر این، جمهوری فدراتیو دموکراتیک اتیوپیا با جمهوری تاجیکستان در حاشیه سازمان‌های بین المللی و نهادهای منطقوی در رابطه با تغییریابی اقلیم اینچنین همگرایی و همکاری مشخص را به راه مانده است. ما با حکومت جمهوری تاجیکستان من بعد نیز در این عرصه و ساحه‌ها همکاری خود را ادامه خواهیم داد. برای مهمان نوازی صمیمی و پذیرایی گرم و خاص مردم این کشور و حکومت جمهوری تاجیکستان سپاس صمیمی اظهار می نمایم.